سلام بچه‌ها، خوش اومد به اولین ویدیو کانال من. امروز قراره که بهتون یاد بدم چجوری بازی کانتر 1.6 رو روی اندروید نصب و دانلود کنید که همتون میدونید کانتر 1.6 برای کامپیوتر بوده و گوشی نیومده، ولی خب یه سایتی حالا هست که این امکان رو به شما میده که بازی رو دانلود کنید و داشته باشید. وارد گوگل میشید، سرچ میکنید دانلود بازی کانتر 1.6 برای اندروید. همین اولین سایتی که میاد یعنی فست موبایل. حتما تو این سایت بچه‌ها، سایت فست موبایل میایید پایین میبینید که قشنگ همونه، کلا همونه، خود همون کانتر است، فرقی نمیکنه اون نسخه کامپیوتریش. میاد پایین و سه تا فایل سبز رنگ میبینید که حسابشون چیزی نمیشه، 260-70 مگابایت کلا. این سه تا رو میذارید نصب میشه. بعد اینکه نصب شد شما میاد برنامه حالا مدیریت فایل زرچیور، فرق نمیکنه، نمیدونم اسمش چیه، زرچیور زارچیور، فرق نمیکنه، ببخشید اگه نمیدونم. شما واردش میشید، کافیه که یه پوشه بسازید مثلا. حالا این البته به علاوه پایینه که میبینید بزنید روش و این آب بالاییه رو میزنید، اسم پوشه که میخواید انتخاب بکنید. حالا من از قلب ساختم یه پوشه که اینجاست، اسمش RE1. خب وارد پوشه دانلودتون میشید. الان من فایل بازی تو پیدا کنید، مثلا یکیش این بود، اینو میزنید. بعد میاد پایین یکیش هم این بود، اینو میزنید. بعدش میاد بالا یکیش هم این بود، اینو میزنید. بعد روی همین نگر میدارید، گزینه کپی رو میزنید. بعد میاد بیرون رو هم پوشه این گزینه اینو میزنید و ریخته میشه. کامل بازی که ریخته میشه. حالا من از قبل ریختم. الان ما اینجا یه سه تا فایل داریم که اول شما کافیه که اینو نصبش کنید. خیلی هم سریع نصب میشه، خلاصه چیز خاصی نیست، سریع نصب میشه. بعدش هم اینو میزنید، اینم نصب بشه. واقعا خیلی خوبی. بعد میاد این فایل بالایی یه بار همینجوری روش یه کلیک میزنید. بعد میزنید استخراج به مکان فعلی، وای میستید استخراج بشه. بعد اینکه کامل استخراج شد یه فایل به این شکل شما میده. شما وارد این فایل میشید و این بالاییه رو روش نگه میدارید، گزینه کپی رو میزنید. بعد میاد اینجا همینجا کپی میکنید، همینجا. حالا پذیرش شد اون فایل رو میزنید. حالا برای شما این گزینه نمیاد، برای شما همینجوری عادی میریزه. بچه بعد اینکه ریخته شد الان شما کلا از برنامه میاد بیرون و دو تا برنامه که نصب کردید رو پیدا میکنید. این دوتا بود. شما اول وارد این برنامه نارنجی میشید، ادامه رو میزنید، تایید رو میزنید، بعدش اسکیپ رو میزنید و میاد توی بخش پایینیه رو یه دونه میزنید روش، میاد اونجا و همین فایلی که ما ریختیم اینو میزنید روش و این گوده پایینیه رو شما میزنید. بعدش میبینید که بازی اجرا شد. ولی خب شما کافیه که یه بار بیاد بیرون و وارد این یکی بشید که شما 1.6 رو میتونید بازی کنید. بعد این اجرای گزینه اجرای پایین رو میزنید و دیگه میکنم اونو میزنم. وای میسیم که مپ استارت بشه. بچه‌ها کاملا همون نسخه، فرق با نسخه پیسیش نمیکنه، از گرافیک، تفنگ، صدا، کلا همون. حالا من سیتی بشیم مید بچه‌ها صدا همه چی همونه. هم میتونید کنید اینجا رو میتونید ببینید همه چی داره. عشق کنید اصلا. فقط الان چند نفره نیست، بذارید من برای چند نفرش کنید یه بار بیاید بیرون وارد این بشید. این دیسپلی که اینو بزنید روی اندوال، یه بار روش بزنید. الان دیگه چند نفر میتونید بازی کنید، آنلاین هم میتونید بازی کنید. بذار اول من تست کنید که چند نفره هم میشه. بذار بیاد. خب چرا یه بار دیگه میای بچه دیدید من هم میای بازی
شد. حالا خواهم وارد مولتی پلیرشون به شما یاد بدم. کنسول هم تازه داره، بخش کنسول تازه شما یه سری ماد هم میتونید میذارم. حالا یه بخش مولتی پلیر جا لنگیم حتما باید به وای فای وصل باشید، اینترنت بیاریم وای میسید. حالا به سروری بیاد دیگه، انتخاب میکنید به سرور بیاد بالا. من خودم چندین بار آنلاین بازی کردم، خیلی حال داد. حالا بچه نمیاد، خودتون میتونید تست کنید، حالا اینترنتی بازی کنید، سرور زیاد نیست اصلا اومده. اگه خواستید حالا میتونم آموزش کانتر سورس هم بذارم که اون خیلی حجمش بیشتره، 4 گیگه، واقعا گوشی قوی هم میخواد. با اینکه گوشی هم باز قویه ولی خب خیلی سخته، لگ داره. من اصلا اونم خیلی بازی خوبیه، تقریبا همینه، انگار همینو مثلا گرافیکش بردی بالا. واقعا اونم خیلی باحاله کانتر سورس. میتونید مود سی اس روش بریزی، کلا نسخه پی سی، یعنی کل مود پی سی هم میتونید بریزی. کنسول داره ولی خب در حال حاضر سی اس نیومده برای گوشی. آره دیگه. باشه این بود از ویدیو امروز، امیدوارم که به کارتون اومده باشه آموزش. ممنونم که ویدیو تا آخر تماشا کردید. فقط یک نکته که از بهشون بگم، اگر این ویدیو بالا 5 تا لایک بخوره من آموزش کانتر سورس هم میذارم. اگه 10 تا لایک بخوره آموزش مود ریختن روی کانتر سورس هم میذارم. اگه 20 تا لایک بخوره اصلا سی اس هم بهتون یاد میدم. یه نسخه‌اش هست یا شبیه پیسی نیست ولی باز خوبه، اونم بهتون میگم. آره دیگه اینم از این. تا فعلا خدا نگهدار.